چیه مگه طرحت؟ سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با ما. تو این ولاگ ما قرار روی این تیشرت ها با این رنگای اکریلیک نقاشی بکشیم. من برای اردلانم برای من، یعنی دو تا تیشرت سفید گرفتیم، یه دونه سایز من یه دونه سایز اردلان، که حالا این خرید تیشرت هم براتون میذاریم تصاویرشو. و من قراره تیشرت اردلان رو نقاشی کنم و منم تیشرت آیدا رو. بعدش هم این تیشرت ها رو بپوشیم و بریم حالا یه کافه یه جایی. برنامه‌مون اینه، درسته؟ نه خوب بکش. تو خوب میکشی. اردلان نقاشیش واقعا خیلی خوبه. با اینکه من رشتم گرافیک بوده که کاش اینو نمیگفتم اینجا خودمو خراب نمی‌کردم بیشتر از این، ولی اردلان نقاشیش خیلی خوبه. من رنگامیزیم خیلی خوبه، یعنی دوست دارم یکی بکشه. من عاشق بازی با رنگا رو با هم ترکیب کنم، رنگامیزی کنم، اینجور چیزا. حالا هر رنگی، با آبرنگ کارم خوبه، با رنگ روغن خوبه. اکریلیک کار کردم باهاش ولی روی لباس تا حالا کار نکردم، یعنی هیچ تجربه نقاشی و رنگامیزی روی لباس ندارم. این اولین تجربه‌مه. نمیدونم حالا این رنگا قرار روی لباس چجوری با هم ترکیب بشه، خوب میشینه یا نه. حالا طرحی که انتخاب کردم هم میبینید. به من نشون ندادی طرحو؟ نه طرح چیه مسخره است؟ نه طرح من خیلی آسونه، شاید تو 5 دقیقه تمام. جدی؟ عوضش طرح من خیلی سخته و خیلی رنگ داره. آره من طرح و از طرفی من از رنگامیزی متنفرم، یعنی من دوست دارم که طرحو بکشم ولی رنگامیزی اگر رو خودت بخوای میتونم تو رنگامیزی کمکت کنم، چون کار منم زود تموم میشه. لئو این زیر داره با موشش بازی میکنه و این سر صداهایی که میشنوید برای آقا لئو پیشه موشش گرفت. بودو مامانی. خب شروع کنیم؟ بریم شروع کنیم؟ شروع کنیم. Let's go. خب من نیاز به مداد دارم و چسب کاغذی. الان باز میکنیم میبینی رنگا خوش شده، چون برای چندی ماه پیش گرفتیم و من یادم نمیاد چند ماه پیش. این از رنگامون. چقدر کوچیکه. من خیلی نیاز به رنگ مشکی دارم. رنگ مشکی؟ آره تو اصلا رنگ مشکی نمیتونی استفاده کنی، برای من کمه. خب این برای تو بود؟ آره سایز 16 برای منه، لارج برای تو. خب اینقدر برای من این میز، اونقدر برای تو. فکر کنم اوکی، چون تیشرت اردلان خب سایزشو ببینید. من اینقدرم، سایز تو باید جات اینقدر باشه، تو اینقدری، باید من اینقدر فضا داشته باشم. به نظرم نرماله. خطکشم میخوام. حالا بذار بشین من کار دارم. باید این نکته رو اضافه کنم که من برای ابتدای طرحم نیاز دارم که تو تیشرت رو بپوشی. چیه مگه طرحت؟ اولش اینه که تو باید تیشرت رو بپوشی و من دستامو تا اینجا رنگ کنم و تو رو بغل کنم و طرح پشت لباست حالا نمیدونم اینو بزنم برای جلو یا پشتش، حالا بینش فکر میکنم. میخوای جلو و اینجوری کن؟ آره پشتم و اینجوری مسخره. میخوام که اینجوری بغلت کنم و اینجوری طرح دستام بیفته. چطور دیدی؟ نه ولی میدونم چی میگی. خب این که تو گفتی که به قول خودت تو 5 دقیقه تمام میشه. آذوقه برای خودمون آوردن. اوه فقط همون نیست، میگم که این یه قسمتی از طرحه. حالا بعد تو چجوری دستتو میخوای چیز کنی؟ ازم پیش این کلا نه اون نه، اینقدر خمیره فقط. واسه همین میگم مشکیش کمه. به این موضوع فکر نکردم. بعد قرار اینجوری رنگ بپاشم همون مشکی، چون اردلان اومد، چون اردلان اینجوری طرحهای وینتیج و نمیدونم قدیمی و اینجوری سوراخ و حتی شاید سوراخ بکنم نه سوراخ نمیکنم، ولی کلا چون این سبک طرحها رو دوست داره. لئو مامی توجه شما رو به دوم لئو پشت لئو لئو رو بردیم جدیدن کچلش کردیم. بودو بای
اینا بمیرم ببخشید مامان. فقط این همه رنگ نداریم آیدا و تو دستات به فنا میره و ما تینر برای پاک کردنش نداریم. مشکی اینجوری میشه. تینر دیگه من سبکی که تو دوست داری دارم نمیدونم، حس میکنم که خوب بشه تو دوست داشته باشی. بعد من همیشه همراهتم، یعنی یه چیزی از خودم. من تینر رو چکار میکنی؟ دیگه به فنا میرم دیگه. فقط کینه لئو این رو چه وضعیتیه؟ چی بودی؟ نه نکن نکن بابا. اردنا میری لطفا اینو بپوشی که من دستم رنگی کردم خوش نشه. نکن بابا. طرحی که من انتخاب کردم خیلی فرقه. طرح من خیلی هم قشنگ میشه، خیلی هم مفهومیه. خب نیاز به کمکت دارم. یعنی چی بده طرح؟ نه چه کمکی پاشم؟ تا اینجا بریز. نمیشه اینجوری بغلم کنی؟ چرا میشه؟ خیلی وحشتناکه. بعد یه ذره مشکی بزنیم من. بعد این صندلی پشت داره نمیشه. این صندلی بر آفر صاف تیشرتت نمیشه. یک دو چقدر؟ بچه دلم نمیخواد دستمو بردارم. خب لئو رو شما میبینه داره چه جونی میده بچه. بردارم وای. یهو برداره جلو بردار. خوب شد. یهو بردار. چقدر قشنگ. فقط نصفه است. اشکال نداره. نه خوبه. خوبه نه؟ ترکیب خدای قهوه‌ای و مشکیش هم عجب فکر باحالی بود. خب خسته نباشم. چقدر قشنگی الان از برند خیلی زحمت داشت ولی خدای قشنگ شد. ببین پترن چقدر قشنگ شد. ناخونا دستا همه چی. بذار 5 تا رو بشمارم هست هر کدوم 1 2 3 4 چقدر قشنگ شده. فقط کاش اینجوری ادامه داشت. رنگ کم داشت. اگه رنگ داشتی من تا اینجا رو میزدم. تو به این فکر کن که میخوای دستاتو چجوری پاک کنی. من خوشحالم. رضایت مندم چون دلم فکر میکنم حالا پشتش بکنم. میگم دیگه دستم گرفته میخوای پشتم بزنم. نه دیگه لوسش نکنم. نه خب ادامه طرح چیه؟ ادامه طرحم اینه که لوگوی ایو دارم. لوگو یه ای خوشگل بذارم. قشنگ خودم رو ببرم. میخوای اینجا بمیز این مثلا شوهر آیدا هست. آره شوهر آیدا. بعد اینجوری رنگای مشکی قهوه‌ای بپاشم. من این طرح رو انتخاب کردم فکر کنم داره میزنه روی فوکس نمی‌کنی. بیار عقب. آقا من این طرح رو انتخاب کردم. لئو هست. فکر کنم خیلی سخت باشه چون رنگ‌های تو در تویی هم داره. خب من می‌خواستم این طرح رو در واقع قسمت آسمونش رو با الهام از نقاشی شب پرستاره ون گوگ، یعنی شبش مثل اون باشه. ولی فکر کنم ایده خیلی بدی هست که من بخوام این کار انجام بدم چون اون خیلی رنگ‌های تو در تو داره و اون کار انجام ندم. سعی کنم که همین رو حداقل به نحو احسن خیلی بهتر شد. ما چیکار کنیم؟ خب دیگه درش بیار. میتونی؟
کار از تیشرت من که باید بمونم خوشه. اینو ببینید. آیدا تو یه کاری کن. بگو. تو تایمای بیکاریت توصیه‌های اینو بزن. من بیکار نیستم، من کافی میخورم. چشه بیکار بودن من نداری؟ چیز نداری ببینی من دارم کافی میخورم؟ واه. چه فاجعه ای داره میشه. البته اگه بخوایم به دید سبک امپرسیونیسم بهش نگاه کنیم، به نظرم قابل قبوله. میگم بهتر نبود ما یه دوتا نقاشی رو بوم میکشیدیم بعد میرفتیم وارد بعد بعدی این نقاشی. آیدا خیلی بیرون از کادری. اشکال نداره، یه حالت اینجوری سایه روشن هم بشه خوبه. تو بیشتر حال میده خدایی. چه حالی میده؟ خیلی حال میده. من مثلا از من این چیزا موقعی دارم که به ایناشو میگن دفتر رنگامیزی بزرگ سالان. بعد هر شب مثلا دارم عشق ابدی میبینم. اونو برمیدارم چون عشق ابدی باعث میشه که اعصابم به هم بریزه و اعصابم از اون ور آروم آره. میکنه. راست میگی، ترکیب خوبیه. باعث میشه که دیوانه نشم. آره مثلا اون دوست عزیزمون علی که تو عشق ابدی بود قبل از اینکه بره، خیلی اعصابم به هم می‌ریخت. بعد فقط اونجایی که علی رفت بیرون بعد همه میگفتن که خب علی عصبیه، چیزی تو دلش نیست. بابا یعنی چی چیزی تو دلش نیست؟ هر کی هر چی دلش میخواد بگه، بعد بگه که من چیزی تو دلم نیست و بیاد عذرخواهی کنه تمام شه بره. دمش گرم حالا اینکه حداقل اینقدر شخصیت داشت، بعدش میرفت حالا مثلا عذرخواهی میکرد، اوکی. ولی من واقعا نمیتونم با همچین آدمی مثلا دوستیمو ادامه بدم. تو میتونی؟ خیر. واقعا نشدنیه. آخه من همیشه حالا این یه مثال از این توی شخصیت زیاد روابط تو خانواده‌مون داریم. ببین حالا خانواده هم حتی مثلا من سعی میکنم دوری این کنم. دستو برد ببخش. خب میفهمم. میگم چه کاری آخه آدم مثلا هدف از این که دوست بخوای بشی با یکی یا رابطه داشته باشی اینه که بهت خوش بگذره، خب تو مخی نباشه برات. چرا باید با یه خانواده، یه فامیل، یه دوستی که تو مخته تو اون رابطه رو ادامه بدی؟ دقیقاً. واقعا هدف از میلیون ها آدم وجود داره که تو میتونی آقا اینو ولش کنی بری دنبال یکی دیگه که هم فازت باشه، که روانی نباشه، سمی نباشه. چرا باید با همون آدم ادامه بدی؟ این دیگه نقاشی کودکان شد. بابا چقدر غور میزنی، بذار تمام شه. خیلی خوب شده. اصلا اکثر شخصیت‌های اون برنامه رو تو نمیتونی در دنیای واقعی بپذیری. ترانه واقعا من یه روز یه شب که اینجا داشتیم میدیدیم به حدی من اینجا دیوونه شده بودم که میگفتم واقعا دلم میخواد فقط یه لحظه تو اون برنامه شرکت کنم، یه مشت بزنم تو صورت این و بیام بیرون. این و فقط داشتم یادت میگفتم ببین ما که داریم میبینیم اینقدر عصبی میشه، بعد اونایی که اونجا دارن با اون آدم الان تو مثلا ویلا زندگی میکنن چه میکشن از دستش. این در واقع میدونی که خواسته خیلی میلیون ها نفر بوده. قطعا یه پسره توی پیجش ویدیو درست میکنه با هوش مصنوعی
که مثلا آره که مثلا مشت میخوره تو صورت فلانی مثلا علی مشت میخوره بعد یه حالت تراپی داره. البته من قبول ندارم مثلا این واکنش های اینقدر شدید رو نسبت به آدما. من واقعا در زندگی واقعی مثلا اینجوری نیستم که بخوام با کسی دهن به دهن بشم، بخوام با کسی درگیری داشته باشم. نه، فاصله میگیرم. من همینه میگم دلیلی نداره آدم بخواد درگیر بشه. تو فقط باید بذاری بری. الان در ارتباط الان در واقع من نباید برنامه رو ببینم وقتی اون داره اذیتم میکنه، ولی خب یه در واقع کرمه دیگه. بابا کسی تموم شد باز. یعنی به من بگو 10,000 طرح بزن ولی رنگ‌آمیزی نکن. من تو مکمل همین. بیا پروژه‌های نقاشی برداریم. آره تو بکش من رنگ کنم. من تو رو زمان دبیرستانم چرا نداشتم؟ عوضش زمان دانشگاه داشتی یا حالی کردی خدایی؟ آره واقعا زمان دانشگاه تمام پروژه‌های اساتید آیدا، تمام پروژه‌های عکاسی و گرافیک آیدا رو من انجام میدادم. راست آقا تمام پروژه‌های عکاسی من اردن انجام میداد و اینکه من البته همینجا اعلام میکنم من هر چیزی خوب نباشه مثلا میگم نقاشیم خوب نیست. اما اولم گفتم من واقعا در عکاسی هیچ مشکلی ندارم و واقعا عکاسیم خوبه. همیشه به تو میگم من با اینکه انجام نمیدم اینجا، با اینکه کارمون همینه عکاسی فیلم برداری همیشه اردن انجام میده، ولی حاضرم مثلا الان باید شرط ببندم مثلا اگه یک چیزی یه ویدیو یا یه عکس به من نشون بدی بگی هر کدوم بخوایم این انجام بدیم کمتر از مال تو نمیشه. یعنی میدونم که من این کار خوب انجام میدم. اون موقع من دوربین نداشتم، یادته من هنوز دوربین نخریده بودم، برای همین دیگه هم مثلا نمیگفتم حالا تو دوربین تو بده یا با تو بیام با دوربین انجام بدم، اون تو خودت انجام بده. دوربین داشتی تو؟ اون موقع دوربین نداشتم، الکی نگو من دوربین رو بعدش گرفتم عزیزم. من قشنگ یادمه من اون ترمی که الان میخوام توضیح بدم چی شد اصلا دوربین نگرفته بودم هنوز. آقا خلاصه ما تو دانشگاه یه چیزش چی میگن؟ مدرس، معلم، استاد، دنبال کلمه استاد بود. یه استاد عکاسی داشتیم، یه آقایی بود اسمش یادم نمیاد. بعد کارهای من چون اردن انجام میداد و اردن خیلی کارش خوب بود، آقا من نقل کلاس بودم، هی کارهای منو نشون میداد از این یاد بگیریم. بعد ما دوتا من اینجور مواقع احساس عذاب وجدان دارم. تو هم داشتی؟ نه من لذت حال میکردی از اینکه آره هویت یه نفر دیگر رو دزدیدی کارش؟ آخه نمیشه گفت دزدیدم، تو که در جریان بودی. آره ولی خب مثلا آره اگه میدزدیدم من عذاب وجدان دارم مثلا بگم کار منه. البته من هیچ وقت این کار نکردم، تو این شهر نبودم، ولی اینجوری هم که میمونم بین دورایی که بگم کار منه. من مثلا کار یکی رو واقعا دزدیده باشم، یعنی مثلا خودم انجام داده باشم ولی از جای دیگه برداشته باشم، یا مثلا یکی دیگه برام انجام داده، مثلا یکی نمیدونم چی بگم، یعنی مثلا خودش نخواد که من اعلام مثلا بگه که تو اعلام کن کار منه، خب ولی من برم بگم کار منه، این کارا رو نمیکنم اصلا، اینجوری از وجدان میگیرم. ولی اینکه تو در جریانی داری مثلا برای من یه کاری میکنی که من برم به اسم خودم مثلا به یکی نشون بدم، نه چه عذاب وجدان. ولی خب داشتم میگفتم آره. بعد اون هی از کارهای من تعریف میکرد، بعد 2 تا از همکلاسی های من که آقا هم بودن سنشون هم زیاد تو میدونی کیو میگم، بعد اونا میشناختن من اردلانو و میدونستن که اینا کار اردلانو آی هرس میخورد ولی هیچ وقت نگفتن، یعنی اصلا استادم نگفتن که این خانم کاراشو خودش انجام نمیده دیگه. با اون سن میخواستن یعنی خاله زمک بازی داره برم من بگم استاد این کارشه. آره دیگه خیلی ضایع بود این حرکت. آره ولی اینم بگم من خیلی چون دوست دارم کارهای هنری و گرافیک، منم چون تو دوست داشتی میگفتم مثلا اینجوری نبود که بگم به خاطر اینکه دلتو به دست بیارم مثلا یا چاپلوسی کنم یا به زور تو رو در وایسی انجام بدم، خودم هم حال میکردم. میدونم من اصلا واقعا اگر چیز بود زور بود یا میدونستم مثلا
آقا یک بار اضافه روی توه واقعا این کار نمی‌کردم، یعنی نمی‌دادم به تو. چون من هنوزم اینجوری هم مثلا اون موقع خیلی توی مسابقات عکاسی اینا شرکت می‌کردم و برنده هم می‌شدم. برنده می‌شد. و الان هم اینجوری هم مثلا خیلی دوست دارم مثلا یه موضوع مثلا بگیرم. برده بود یادته؟ یه PS4 بردم از چی بود؟ از اسنپ؟ بامیلو بعد از اینکه PS رو به من داد جمع کرد. جدی؟ نمیدونستم. از اسنپ چی برده بودی؟ از اسنپ من اینجوری بود که مثلا با چند تا اکانت میفرستادن دیگه، از طرف با 3 تا اکانت برنده شده. یه موضوعی اگه بود مثلا میگفتن آقا موضوع چه میدونم شهره، مثلا شهرتون از شهرتون بگیرید. بعد من 3 تا 4 تا ایده در به من رفتی نداشت، این پخش شده رفته یه ذره تو چشش پخش شده. ببخش دور چشاشو نزن، بذار من با توصیه این بزنم. باش خب تو بگو اسنپو بگو. آره بعد اینجوری بود که من چند تا ایده به ذهنم میرسید با اکانت‌های مختلف میفرستادم، یعنی مثلا از طرف آیدا، از طرف خواهرم، از طرف خواهر آیدا میفرستادم، همینجوری کم می آوردم از طرف مامان آیدا، یا اصلا اکانت میساختیم. آره واقعا. بعد توی اسنپ 2 تا برنده شدیم. 3 تا آره 3 تا. تو اسنپ یه ویدیو از من ساخته بودی، یکی از آینا، یکی از خودت. آره هر 3 تا رو برنده نه اونجا 2 تا برنده شدیم، یکی دوربین برنده شدیم، یه دوربین برنده شدیم، دوربین از این چاپ سریا. آره بعد با چیز ووچر چی میگن این اعتبار 200,000 تومانی اون موقع اسنپ، استفاده از اسنپ. که ما تو لایجان هم اسنپ اون موقع فکر کنم نداشتیم. بعد تهران رفته بودیم استفاده کردیم، رفتیم تهران. برای چه؟ بعد تهران رفته بودیم، نمیدونم برای چه کاری رفته بودیم، برای کلاس تو بود فکر کنم. آره استفاده کردیم از اون. اونی که تو میگی 3 تا بود اون ویتامین سی بود. راست میگه ویتامین سی. 3 تا نفر دوم و سوم و چهارم ما بودیم، خودمون بودیم. مانیتور باتریش تموم شد. نفر دوم و سوم و چهارم خودمون بودیم. آره دقیقاً. بعد چی بود؟ مدل هم که هم میدم بخاطر مدل. پول بود. آره اون فکر کنم بود یکیش 3 تومن، یکیش 3 تومن، یکیش 1 تومن، 5 تومن برده بودیم. پس باید باشه 3 تومن، 1 تومن، 1 تومن. 5 تومن. چون من یادم که 5 تومن برده بودیم. عصب شد. تو خوردی؟ آخه میدونی اون زمان کار مثلا اونقدر خوبی نداشتم، تایم بیکاریم زیاد بود. بعد اصلا این دیگه شده بود یه جوری کارم. جایزه بردن توی مسابقات مختلف یه جوری کارم شده بود. چون من مثلا توی یادم یه بار 3 ماه از کارم اومده بودم بیرون، بعد یه جایزه بردم که مثلا باید مثلا 3 ماه کار آره پول همون 3 ماه بود، یعنی یهو پول اون 3 ماهی که کار نکرده بودم با اون جایزه اومد دستم. آره. بعد این دیگه خوشم اومد اصلا. که بعدش بیاد. آره بعد مثلا با یه حرکت، با یه عکس، بعد مثلا فیلم هم نه، ویدیو هم نه، یه عکس هم برنده شده بود. کدوم بود؟ اون عکسی که از آیناز گرفته بودم. کدوم؟ اینکه ادای کودک کار و اینا در آورده بود. اون چقدر برنده شده بود مگه؟ یادم نیست ولی حق آیناز هم که پرداخت نمی‌کردیم. نمی‌کردن؟ هدیه بندی براش نمی‌گرفتم، می‌گرفتم فکر کنم. نه. تو ذهنم همیشه بود ولی عملیش نمی‌کرد. خب آقا آیدا خیلی زحمت کشید تا اینجای کار و اون داره میگه آره چون رنگ‌آمیزی از اعصاب من خارجه، رنگ‌آمیزیشو خیلی
سخت بود، تو هم بود. اجازه بدین براتون. ولی واقعا سخت رو لباس کشیدن. نمیدونم رنگ مخصوصی میخواد، پارچه باید پارچه مخصوصی باشه که قطعا همه اینا. نه ببین من چیزی که دیدم اینه که توی پارچه قشنگ 4 طرف اون طرحو میگیرن میکشن. آره توی قالبیه پارچه باد کرده که اون تکون نمیخوره. برای ما هی میکشیم هی آره. خودش بازی میکنه روی دقیقاً تیشرت. ولی تا اینجای کار خوب شد به نظرم. فکر نمی‌کردم که همین در بیاد. حالا وقتی که خوش شد تو زدی؟ نه. حالا وقتی که خوش شد اون ظریف کاریات آخرش رو انجام میدم، دیتیلاشو میزنم، انشالله که قابل استفاده است. البته چیز داره، ادامه داره. یه ذره تو ابراش هم باز زرد بزنیم. زرد چرا؟ زرد و مشکی. خدا خیلی ناز شده. قشنگ شد. فکرشو نمی‌کردم. خیلی ناز شده. فقط اینجا رو زد. رنگ سفید رو بزن میشه. این دوستش دارم. بریم بذاریم خوش بشه. چشاش اینقدر چیز نیست که مثلا چربه کنه دا. خسته شدی. آره. واقعا رنگ‌آمیزی خیلی کار طاقت فرساییه. تو چجوری برای آرامش اعصابت شب اونجا رنگ‌آمیزی می‌کنی؟ انگار است خوبی داره. بریم تا فردا. من همش مانیتور رو نگاه میکنم. بگه ببخشید اگه چشام فکر خستم. یعنی اگه میبینین که من بالا رو نگاه میکنم لوچ نیستم، به خاطر مانیتوره. فعلا آدم عاقلی میاد کافه، بعد با این مینوی بلند بالایی که این داره از دسرهای خفن، بعد میگه من آیستی میخوام. همسر من به افتخارش. اونم به دوم ورزش. آخه میدونی چیه، من ساعت 7 صبح تصمیم گرفتم که قند رو ببندم برای به مدت 1 ماه. الان ساعت 7:15 عصر هست و فکر کنم قند رو باز کنم دیگه. دوگم بودن چیز خوبیه یا چیز بدیه به نظرتون؟ نظرتون رو کامنت کنید. به نظر من چیز بدی نیست. من آقا از این کیک خوشم آمده، میخوام تا آخر عمرم همینو بخورم. نظر تو چیه؟ به نظر من چیزهای جدید رو تست کن. اگر پارتنر پایه‌ای داشتم و اونم میومد هر سری یه چیز جدید سفارش میداد، میتونستم من آیتمی که دوست دارم رو انتخاب کنم و 2 تا چیز سفارش بدیم، خیلی خوب میشد. یعنی پارتنر من تصمیم گرفته که قند رو قطع کنه. این در صورتیه که تو خودت از سفارشی که میدادی رو میتونستی تمومش کنی. منتها من مجبورم خب نمیریزم دور که میارم خونه. خب میخوای صحبت کنی راجع به تیشرت؟ آقا تیشرت ما رو دیدین؟ امروز فردای دیروزه. امروز فردای دیروزه که ما داشتیم این داره نقاشی میکردیم. قرار بود بعدش بریم کافه که دیگه دیر شده بود و تا اینا خوش بشه طول کشید دیگه. امروز پوشیدیمش و اومدیم کافه. نظرتون چیه؟ من خیلی خوشم اومد از این تیشرته، یعنی عاشقش شدم. شبم میخوایم با دوستامون بریم بیرون، گفتم من همجوری با همین میام. آره قشنگ شد، خیلی واقعا زحمت داشت. نظرت چیه؟ راجع به تیشرت من؟ اون که فوق العاده است. یعنی اون بده؟ اینم فوق العاده است. نه یه جوری گفت اینم فوق العاده است. بگو. نه جفتش خدای خوب. نه بگو، خجالت نکش. من خدایی از اون امیدمو البته یعنی دیگه اصلا نیاز به گفتن نیست. شما داشتین میدیدین که
من خودم چقدر زحمت کشیدم، یعنی این هنر دوتامونه. آره واقعا اگه تو انجام نمیدادی فکر کنم داره فردا هم مثلا فکر میکنم تو همونجا ول میکردی قضیه رو. آره. چون من بریده بودم. بعد داشت سنبلکاری میگن. سنبلکاری داشت میکرد، یعنی دور و بر اینا رو با قلمو. میدونی که الان در وضعیتی هستیم که نه انگلیسیمون خوبه، نه فارسیمون خوبه، نه عربیمون. یعنی کلا داریم حرف زدن کابرانه نپر وسط حرفم. داشتم میگفتم سنبلکاری میکرد چجوری این دور و بر مثلا این خطا رو با قلمو حوصله نداشت ظریف کاری کنه. بعد ماژیکی که مثلا نزدیک این رنگ بود ولی خب مثلا از نظر خودش نزدیک بود، 10 درجه تفاوت رنگ داشت، مثلا یا روشن‌تر بود یا تیره‌تر، با اون داشت دور رو میزد. ببین من داشتم کلک رشتی میزدم، الان مثلا این اطراف اینو نگاه کن، میبینی توسی کم رنگه یه سایه روشنی بهش داد. نه عزیزم اونو میدونم، اونم دقیقاً همین تو داشتی اون کارو نمی‌کردی. اون لحظه که تو داشتی اون کارو می‌کردی از تنبلیت بود و اصلا جای سایه زدن نبود. از تنبلی بود، ولی تنبلا هستن که خلاقیت رو به وجود میارن. اینو نگه چی بگه؟ نه اینو نگه چی بگه؟ خلاصه یا راهی خواهم ساخت یا خواستی خواهم راه. خب حالا ما چرا اصلا این کار انجام دادیم؟ این کانسپتش برای این بود که می‌خواستیم ولاگ ولاگ یوتیوب بگیریم براتون از مراحل کلش که گرفتیم. حالا بعداً آماده میشه براتون میذاریم و انشالله یه روزی آپلود میشه. قرار بود که وقتی این تیشرتا کارش تموم شد ما بیایم یه کافه بشیم، تیشرتامون رو بپوشیم. تو این کیک رو گذاشتی چرا تیشرتت معلوم نشه؟ تو اصلا تیشرتت رو دوست نداری؟ نه دوستش دارم، می‌خواستم کیک رو رونمایی کنم. رونمایی کنیم دیگه. خلاصه آقا قانون دیگه الان اومدیم تو کافه نشستیم. من که خیلی خدا رو شکر ترهام جوری هست که رومون بشه که امضای خودمه هر دوتاش راضیم. مستنداتش هست، میتونید در کانال یوتیوب ما انشالله ببینید. اینو من رونمایی کنم. رونمایی وایسا. این استوری الان تمام میشه، بذارین تمام شه. این چیه نوال با در بیارم این نه اون بذار باش. thank you. آن نشو بیزار تو برداری برو مطمئنی این سیستم بریزه رو من رو تیشرت نازنینم. این چه تو بلد نه وایسی داره میاد. اول فصل این اصلا این سمت نیار. خب وای اون همینجوری این کیکش خشم میکنه. اینو کی باید ببره الان؟ این که اینو من رفتم تو استوری و شما رو فراموش کردم. کامیونیتی یوتیوب دریا. کامیونیتی اینم زاویه دیگر از این کیک نازنین که اردلان رسواش کرد. بابا این مدلش اینجوریه، ببین مثلا 3 لایه داره. چرا سری پیش که این آقایی این کار کرد؟ این آقای فهمیده بود که زیر ساختشو بد درست کرده، وگرنه خودش این کارو میکنه مثل سری پیش. آره این یعنی میگی تو کارتو درست انجام من کارم درست. Thank you. گندگاری اردلان نصف چای رم ریخینگا نکن. این کیکو من سری پیش خورده بودم، خیلی خوشمزه. این اسم کافش اربنتی ساله میذارم اینجا براتون. دسرات کیکاش خیلی خوشمزه است. به نظرم که اگر مثل من عاشق کیک شیرینی هستین بیاین اینجا این امتحان کنین. درسته که قیافه نداشت واژگون شد ولی خیلی خوشمزه است. یه کیک داغ و پر شکلات و هنوز رو ایر هستی. این لیوان چیزه، این ترکا چیز میخورن، راکی میخورن توش. آفرین. واقعا نمیخوای بخوری؟ نه سوال من این خوشمزه ترین کیک شکلاتیه که تو زندگی خوردی. صدامو فکر نکنم به درستی پخش بشه. حاجی اینجا عمانه. لطفاً به دیتیل های این تیشرت بسیار بسیار دقت کنید. این ستاره های دنباله دار، این ستاره های کهکشان، نمیدونم این سایه روشنه،
موهای زیبای لئو پسرم. لئو پسری در کهکشان. برنامه یه جلسه. بگین که شما هم مثل من خوشتون اومده و خلاصه که تیشرت قبول میکنیم تر بکشیم، وقت نداریم. نه آره، اگر تعداد خواستین ما در خدمتیم. اگر اینجوری خورده ریزه و اینا نه، ما وقت نداریم. متاسفم. کیک زده به مغز و شیرینی زیاد حالم بد کرده بچه‌ها. خب طبق معمول من این کیکم خیلی زیاد اومد چون اردن اصلا نخورد و رو رژیمش مون. قند همچنان قطعه بچه‌ها، وصل نشده. خلاصه که من کیکم پارسل کردم ببرم خونه بخورم. مرسی که تا آخر ولاگ با ما بودین. اگه این ولاگ دوست داشتین حتما سابسکرایبمون کنین، کامنت بذارین تا ما هم انرژی بگیریم برای ویدیوهای دیگه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.